فرودگاه دوشنبه برای پیشواز فوتبالبازان تاجیک فضای ایدانه داشت. هواداران فوتبال از منطقه‌ها به استقبال فوتبالبازان آمدند. از جمله آشوربک عبدالرحمانوف از ناحیه دنقره آمده است. خوب راستی من اونقدر مخلص فوتبال نیستم، اما پس از واقعه‌های مرزی وقتی دیدم که دیگر صدای انسان‌ها رسیده نمیشد، من خودم طرفدار خشونت اصلا نیستم، لیکن پس از واقعه‌هایی که در اینجا گذشتن من دیدم که باید یگان راه‌های دیگر را پیش گرفت تا که توانست که خودمون معرفی کنیم. صدای قرقیزها به جامعه جهانی بهتر میرسد، اما صدای ما متاسفانه کمتر میرسد. برای همین ما باید به یگان شکل توانیم توجه جامعه جهانی را به خودمون جلب کنیم. همین فوتبال بهترین راه است. سبقت منتخب‌های تاجیکستان و قرقیزستان به گاه 14 ایان در ورزشگاه دالان امرزاقوی شهر بیشکک برگزار شد و بدون گل انجام یافت. بسیاری‌ها در تاجیکستان این بازی را با شوق تماشا کردند. با یه هیجان تماشا کردیم. بسیار خوب. در اساس دروازه‌بان رستم یتیمو و حمایتگر وحدت حنانو بازی خوب کردند. برای پیشواز فوتبالبازان رئیس کمیته جوانان و چند مقامدار دیگر به فرودگاه آمده بودند. ورزشگران تاجیک میگویند بازی با منتخب قرقیزستان در ورزشگاه آن کشور آسان نبود. آنجا از اول بازی که وقتی گیم میشد و ما حسیات میکردیم که نه تنها ما 20 نفر تنها هستیم، ما فکر میکردیم 10 میلیون اهالی همه در پشت ما هست و ما رو مخلصی خواهند کرد. بسیاری از مخلصان فوتبال از رستم یتیموف دروازه‌بان منتخب کشور توصیف کردند، چون به گفته مخلصان او چندین حالتهای خطرناک را در نزد دروازه منتخب تاجیکستان برطرف کرد. هرچند تاجیکان نبودند، مخلصی قرقیزها ما را نیز بیشتر تشویق میکرد. در حضور قرقیزها ما نیز کوشش کردیم از آنها کم نآییم. البته وقتی مخلصان حضور دارند، آنها فوتبال بازان را الهام میبخشند، به پیش راهنمایی میکنند، ولی من فکر میکنم که ما نتیجه سزاوار آوردیم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بار نخست در تاریخ کشور امکانیت پیدا کرد که در مرحله نهایی جام آسیا شرکت کند. این مسابقه سال آینده در همین شب و روز برگزار می شود. مردم تاجیکستان از تیم منتخب فوتبال کشور انتظار دارند که در مرحله نهایی جام آسیا به موفقیت های بیشتر دست می‌یابند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، فرودگاه دوشنبه.